شما آرو زنی ما میره بیادر کاکا عبدالله است. گپینی جنجال نداره بابا. شما سخت قیامت کردیم بخی. شما بعد از سالها ماها بیامدین به ما میمون شدیم. بیادر کاکا عبدالله میمون به داخل خانه ما هستیم. جزای کارکات مرد چاکت اون جان والا دستان سیاس خیره ده خودش چیره نه خیره ایره که خلاص کردیم باز دیگه کریم جان شوقی شوقی چهار روز است ما 5 روز به هرات هستیم. از جای تاریخی یگان برنامه گرفتیم و از جای فرهنگی از زیارت ها یگان هموطنهای ما که شعر و شاعری میگن. حالا میریم بخیر به بند سلما. جان خب ما چی خبر رو بیاده؟ خب ما با کسی لالا جان لیلا چی میکنی؟ یعنی با این سرنامه شد از خانه کشانی باید سیبل برقلا دادی چی؟ مسافر شدیم اینه نظری از خاطر خودت دن ما مسافر شدیم. قصه سگه گوگل برای تو یک دوید دمی خمار بودیم تو نجی یادم کلکی در غم پنچری. چطور شد حالا بخیر؟ یادم با کار خیلی کرده بیشتره. خواه شانس داشتیم برسیم نگاه یه به حساب برای ما دیگه فکر کو که بیادر خداوند واقعا اینه 12 شب میشه دوستا بر آمدن از خانه به خاطر همکاری با ما. جای پنچری رو پیدا کردی کاکا؟ گرفتش؟ یا میگیریش؟ جا توپلس نیست. خب این پنچری میگیره که شما اساس کار کنه. پنچری میگیره تا توپلس هست. خب یه پاو نمیندازم که توپلس شما پنچری میگیرم. شما واسه تماشا بکنید. اگر یک کس 2 بجه شب هم بیای شما هم کاری میکنین؟ یعنی هر موقع شب که بیای ما به خدمتیم. باز مثل دیگه مردم ها نیستن بگوین از خواب مرا بلند کرد. گپانی برادر گپانی. ما جای رسمی خوب به سرشون کار ما راه ننداخته به سرشون. ما او بر امروز دیگه خود بلند کنه شما تا صبح کار ما. اما آقا جان جان امولای تا یکی اینجا بگیری یکی اینجا. ما اینجا واقعا هر بسرمان کار نشد مسائل پول نیه خدا شده کار راه انداختیم. این گپ نبوده که یعنی بعد ما پول بگیریم بس به پول نبوده. کار هر بسرمان ما راه انداختیم چون که شب یک بسرمان بنگ میمونه توی راه یک پول نداره میبینی. خب خداوند کارساز است. برادر جات کرد ما هم کاری کرد. وقتی که ما می چراغ انداختیم دادموری ما فقط ملائکه وار خودت پروردگار بر ما ری بری کرد. باز کاکار از خواب بلند کرد. بازی برادر آمد دیگه نه کار بخیر. اون پالی از او برو.
هر بسرمان میادم کار را میندازه، یک مسافر تیرار لنگ بمونه، یک شب یادم کار بسرمان باید را اندازه. میگم خود ما راستیم او برای یک وقت موتورسیکل داشتن خراب شد، هرچی عرض کردن که یک پنچری دیگه پول اندازه پول کنه بر نداشت طرف. بودیم با پول کنه اصلا بسرمانی که است. حالا شما یک پول داریم یا نداریم بس به پول نیه. ما این برادر دو دفعه هم خونه رسید بیره کردم از خونه. مثلا دو جا دیگه واسه شما رفتم. بله. بسیار پول نبود بیلا. خیر سلامت باش. باش که حالا استاد میگه زمو مواد که توپلیس پنچری میگیره از اون نیسته. ببینم که چی تکنیک میزنه. توکل به خدا. یک دفعه یاد میگشت که بابا من تایرای دارم باشه این سرما بودن کار نباچله. این استاد تکنیک خودت است دیگه که توپلیس باید از پنچری بگیری ها؟ ها یا پیش خود ما کار کرد. ها این والکینه دیگه او کتا ماشین زدی که تازه میزنه. بسیار خوب. شرشت خو اصلی است استاد جان؟ بله ها که ما را باز در آنمان. خب این چیزا جور شو نا وقت شب است ما در مسجد میخوابیم دیگه صبح بخیر باز میریم. جان با شما اتاق میدیم بسن ببینیم نمونیم مسافریم. قربانتان سلامت. امور یک همکاری که استاد نیم بیاد تو میره یک خیر اختام دست دی چیزا میگرده. تو یک چیز ضرورت است که اینی بغل خیلی نداره مال که کنده باشه. اینی را استاد ای بغلش خوبه دیگه خود میگیری برو. که سوان نمیشه پلاس استاد؟ نداری پلاس؟ سوان دارم سوان. نه پلاس که نیچه رای تو بگیریم. خوب درشت است. پلاس هم است. بله صحیح شد. نه موتر است. هر چه غیره چی کنی خوبش میه بشخانی. اونجا چی داریم؟ سوان داریم خوب درشت است. سوان بیاره حاجی؟ ها خلاص. انشالله حل است استاد. توکل ما به خدا. خب دوستا دیگه بر اولین بار ما میبینیم که استاد جان یک تکنیک نو میزنه که توپلیس از داخل مثل توپک پنچری میگیری به او شکل پنچری میگیره. اون چیزا رو باز بکشیم. این دیگه دبل پنچری سر در سر فکر کنم مثل جمع واره میزنه ایره. فکر کو دیگه با حکم خدا چند سال گرانتی است استاد؟ تا که تایر توتا نشده دیگه انشاءالله از اونجا. بله بله بله. خدا خیر بده کلتان. واقعا زحمت کشیدین نصف شب است و یا مبلین سوخته باشه گریز باشه نمره خیلی گریز در موتر اگه نبود در موتر است مبلین سوخته باشه سایز چربش میکنیم بغلش هم که در موتر باشه خوب است. یک دانه ماشین هوا کت یک دانه سوزن بله کت یک پلاس هر وقت چند دانه شرش باشه و یک دانه شرش باشه یک چند دانه پنچری و توپلیس باشه که عاجل کار خلاص کنی. این پیامت بر بیننده دیگه که باید این چیزا رو در سفر داشته باشه ضرور باید داشته باشه. اشتبنی باید داشته باشه که اینو تو روز میای باز این تو دشا و تایر پنچر میشه بسیار مشکل است. بله فضل خدا دوستا پیدا شد همون کار ما رو در راه برد. بالکل بله. این برادر میگه در طول عمر ما شب بیرون نشدیم اینم شب در مروی ما خدایی آمد. بله ها تو برو یکی دکه بکن. من تبلا اول که گرم میشه خمیر میزنی تو تو چرا خمیر مثلا ما به حساب رباب رباب دیدنی رباب یک صداش کشیده میتونی نه نه خب لایف دیگه میزنه برام حالا همه چیز داری فردا هم اینجا دیگه که خودت هستیم بخیر یک موسیقی کو باز بریم. صحیح سلامت باشی. نه دوستا یک موضوع دیگر هم براتون پیدا کنیم انشاءالله که
جای بریم. ما آدم سرشار این منطقه هم بخوام یک منطقه آدم سرشاریم آدم تخلصت سرشار است. کریم شوقی میگه بره کریم شوقی. بله بسیار خوب بسیار خوب. باید کل ما و شما احساس همدردی داشته باشیم به هموطنای خود، به برادرای خود، با یکدیگر خود، چون مسلمان هستیم و افغان هستیم. باید از همیشه بسیار سه وظیفه هر انسان همین کار است. باید که نه به همه کار به مقایسه به پول نمیشه. همه کار به پول باید مقایسه نشه. برای خدمت به مردم باید استفاده بشیم یک چیزی. از این جوانی ما از کار کاسبی ما اگه یک چیزی به مردم خیری نپاشه باز شرط اسلامیت ما و شما به جا نمیشه. بله بله. ما هم از همه قرای دور از کابل آمدیم کمی صدا و پیام دوستا را برسانیم. دیدی نشد. خب دوستای بار دوم از که همکارای ما یک تکان میخوره. پیشتر که در آم آمدیم یکی از سگای ویلگرد یک بارت سر موتر دوید. قریب دریور بیادر داشت رنگ ایلاق دوید دریا قدم پرد. بله بله. خب همین فشس از چی است؟ یک جانیه. شما برید یک جایگاه این تایر خلاص این تایر. شما برید نه او بریزه نه. نه یک میخوام جاستم. نه ای خو خیر ای خو امی برو صبح تایر بنازن باشه. ما دیگه سبا باید داخل جمع بسیار پوسته داره. این جور نشده. خب این هم مثل بینه هم مثل به جا نخورده. نخورده. خب بیا این جمع لیکن. امی یکی دیگه بنازن اینه با صبح بنازن. صبح یکی دیگه مثلا چه بازار. تو بار احتیاط هم چی رو جور کن. چی؟ دمی گل تایر داره 3 دانه نه تایر داره. اگر 3 خریدیم اگر 1 تاش خریدیم بخریم میخریم ازش. صحیح اگر نخریدیم همه تا میتا چی که پسک کوکو مشکل نداره. شما توان بودیه شما از ما کمتر است. خو هیچ مشکل فدای سر شما هم میگیم. هم قربانت بخیر باشی. خب دوستا فکر کنم که یک مشکل پیش آمد که یک جای دیگه شما است. دیگه ما امشب بخیر همینجا ماندیم. باز فردا بخیر. بله بله. کده کریم جان هستیم امشب دیگه. چی میگی کریم جان تو؟ زحمت ها را کلگی ببخشه. شما هم استاد جان شماره تان ما را بده که باز ما شما را پیدا کنیم نی؟ خب اگر تو شما چی میگید گپا میزنید؟ کوکو صبح چند بجی بیرون میشه از اینجی؟ شما بگین چند بجی من خود شما برم. خب در حالی را چی میکنی؟ میگه دم دکان هستم من. دکان رو پیدا آنتن نده پیدا. خودی شما بچه میره. من خودی شما نم. چی میگه شما؟ شما بریم موسیقی بگرد میکنید من کف میزنم. من دیگه چی میگین؟ خلاص شما میشین تا صبح قطعه میزنیم و خوشم میزنیم. دیگه چی میگین لالا؟ خلاص دیگه والا شما اورجینی ما میره. بیادر کاکا عبدالله گپی نه جنجال نداره بابا. شما سخت قیامت کردیم بخی. شما بعد از سالها ماها بیامدین به ما میمون شدیم. بیادر کاکا عبدالله میمون به داخل خانه ما هستیم. جزای کارکات مرد چاکت استاد والا دستان سیاس والا اگه بنوازه باز چک چک میکنی به خدمت اینجا. شما خو میمون داخل خانه ما هستین که شما بگین تا ما به خدمت هستیم. این خلاص شد دیگه. این یاد اینجا میمونه پیش کاکا یا دالا. صبح هر ساعتی شما میخوایم ما به خدمت. کاکا فرداخت تو هستی؟ ما وقت میام بگم میره داخل بان باز. باشه خب دوستا شب ماندیم همینجا فردا صحبت میکنیم بخیر. بره خوبش. قسمه آقا صاحب موتر روشن که بغلک استارت کنیم. به اتاق بریم یا به مسجد؟ والا بی فکر ندیدی یک دم گرد شد دمایی دون قواره شما اسم رقص نه تو سبا تلویزیون صفحه تلویزیون پخش کنی قیمم هم یا با مدی سازی. چهار روز است ما 5 روز به ایرات هستیم. از جای تاریخی یگان
برنامه گرفتیم و از جای فرهنگی از زیارت ها یگان هموطنهای ما که شعر و شاعری میگن. حالا میریم بخیر به بند سلما. جان خب ما چی خبر رو بیاده؟ خب ما با کسی لالا جان لیلا چی میکنی؟ یاره با این سرنامه شد از خانه خودت دن ما مسافر شدیم. قصه ساکه گوگل برای تو یک دوید دمی خمار بودیم تو نجی یادم کلکی در غم پنچری. با کجا میریم بخیر استاد جان؟ فکر کنید که به داخل اولی خود بردیم. قربانت سلامت. بعد دیگه وسایلایی که کار ما بود پیش ماست. جان؟ نه بگی که تخم مرغ یارم بگیرن روغن هم بگیرن. ها؟ تخم مرغ یا نگیریم یک چای نمانیم. خیلی کار میکنیم بریم خود از این کار میکنیم چپه گرفتی آفنی این تو خود تو در چپه دیگه خب بگی من بزن جد کنیم این از سیبا که با مشکل کنه خودت سلام هموطنان عزیز، با ادامه سفر ما به ولایت زیبای باستانی هرات قرار است بریم به طرف زیارت چشت شریف و همچنان بند سلما. در مسیر راه با جوانی که کریم شوقی نام داره سر خوردیم. انشالله در برنامه های آینده شما منتظر بهترین نالات موسیقی با دستای طلایی جوان باشین و همچنان آهنگای زیبا. پس منتظر ما باشید در برنامه های آینده.